میدونستیم با خرید ملک در اسپانیا میتونید اقامت دائمش یا حق گلدن ویزاش رو دریافت کنین؟ شما با خرید ملکی به ارزش 500,000 یورو میتونید اقامت اسپانیا و با خرید ملکی بالغ بر 500,000 یورو گلدن ویزا اسپانیا رو دریافت کنید. برای دریافت اقامت شرط حضور در خاکشون ندارید، اما اگه قصد مهاجرت داری و مجوز کار برات مهمه، باید بدونی فقط از طریق گلدن ویزا میتونی اقدام کنی. بعد از 5 سال که اقامت دائمش رو گرفتی، اگر در خاک این کشور زندگی کردی، با فرهنگش خو گرفتی، زبانشون رو یاد گرفتی و هیچ سابقه کیفری نداشتی، میتونی برای پاسش که سومین پاس معتبر دنیاست و باهاش به 125 تا کشور بدون نیاز به ویزا میتونی سفر کنی اقدام کنی. اگر نیاز به اطلاعات کامل تری داری، از طریق شماره ایزی با ما در ارتباط باش.